سلام، شریفم و این ویژه برنامه جام ملت‌های آسیاست. این قسمت نگاهی داریم به پیشبینی قهرمان جام ملت‌های آسیا توسط سوپرکامپیوتر یا به فارسی سلیس ابررایانه اپتا. 2024 سال پرهیجانی برای تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی فوتباله. جام ملت‌های آسیا همزمان با جام ملت‌های آفریقا برگزار میشه و رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و کوپا آمریکا برای تابستون برنامه‌ریزی شده. استرالیا، ایران، ژاپن، عربستان و کره جنوبی در کنار قطر به عنوان مدافعان عنوان قهرمانی شانس بیشتری برای کسب مدال طلا تو این دوره از مسابقات رو دارن. بریم که در ادامه نتیجه پیشبینی اپتا رو بررسی کنیم. ژاپن تیمیه که امسال بیشترین شانس رو برای کسب عنوان قهرمانی داره. اپتا به اونها شانس 24.6% رو تو این رقابت‌ها داده. این نتیجه پس از 1000 شبیه سازی حاصل شده و در اکثر موارد ژاپن به نیمه نهایی رسیده. کره جنوبی نزدیکترین رقیب ژاپن با 14.3%، ایران با 11.2%، استرالیا با 10.7%، عربستان با 10.6% و قطر با 9.8% در رده‌های بعدی این پیشبینی برای کسب جام قرار دارند. اپتا پیشبینی کرده که قطر حداقل تا مرحله 1/4 نهایی صعود میکنه. تیم ژاپن در رتبه 17 فیفا قرار داره. این تیم با درخشش در جام جهانی و صعود به عنوان تیم نخست از گروهی با حضور آلمان و اسپانیا قدرت فوتبالش رو به رخ دنیا کشید. طبق جدول تحلیل اپتا، ژاپن به راحتی تا مرحله نیمه نهایی صعود میکنه و تنها تیمی که ممکن اونها رو در مرحله گروهی به چالش بکشه تیم عراقه و همونطور که دیدیم عراق این تیم رو شکست داد. قطعا دعای خیر سوباسا آزارا و راهنمودهای عموش که بعدا فهمیدیم دوست پسر مادرش بوده بدرقه راه این تیم خواهد بود و با استعانت از حضرت بودا قهرمانی جام ملت‌های آسیا رو کسب میکنه. کره جنوبی 4 بار نایب قهرمان آسیا شده. بر اساس پیشبینی اپتا قطعا تا مرحله 1/4 نهایی صعود میکنه و توی گروهش تنها با اردن و بحرین برای کسب برتری چالش داره. ایران با 68 بازی بیشترین بازی توی جام ملت‌های آسیا رو انجام داده. توی 20 بازی اخیر شکست نخورده، 131 گل توی این رقابت‌ها به ثمر رسونده و رتبه 21 فیفا رو در اختیار داره. ایران طبق تحلیل اپتا میتونه به راحتی تا مرحله 1/4 نهایی صعود کنه. امارات شاید تنها تیمی توی گروه ایران باشه که برای صعود به عنوان تیم اول بتونه ایران رو با چالش مواجه کنه. استرالیا از زمانی که توی جام ملت‌ها شرکت کرده کمترین گل رو توی مسابقات خورده. این تیم با ترکیب جوانی پا به این رقابت‌ها گذاشته و بر اساس پیشبینی اپتا تا مرحله 1/4 نهایی قطعاً صعود میکنه. همونطوری که توی این رقابت‌ها دیدیم استرالیا برای صعود از گروهش هیچ مشکلی نداشت و برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی هم 40% شانس داره. مرسی که همراه ما بودین. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.